سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم آموزش باقلوا سنتی دهاغان رو بهتون آموزش بدم. مواد لازممون آرد، تخم مرغ، شکر و فعلا آب که میریزیمشون توی این و شروع میکنیم و استارت کارمون رو میزنیم. خب اول شکرمون رو ریختیم و بعد تخم مرغا رو داخلش میشکنیم. خب همونجور که مشاهده میکنیم تخم مرغا رو داخل شکر ریختیم و با همیزن مخلوطش میکنیم. دوستان زمانی که تخم مرغ و شکر به این حالت در اومد، یعنی کاملا مخلوط شد، خیلی کم یواش یواش بهش آب اضافه میکنیم و خب دوستان، هر طعم دهنده‌ای که دوست دارید الان میتونید بهش برید. پودر هل، پودر وانیل، من بهش پودر وانیل میدم، وانیل اصل، وانیل اصل، اصل پیمانه میدم. همین دیگر میزنید آب رو اضافه میکنید و شکر تر. وقتی دیگه شکرتون حل شد و به این حالت رسید، بیکینگ پودر بهش اضافه میکنید. شما بیکینگ پودرتون رو به آرد هم میتونید حتی اضافه کنید. بعد از بیکینگ پودر اصطلاح ما قرمزاد بارش رو بهش اضافه. این دوستان میریزن به خاطر اینکه کیکتون و باقلواتون قرمز رنگ بشه و یه رنگ عنابی خوشگلی بده. بعد از اینکه شربتش رو بهش اضافه کردیم میرسه به حالت روغن. ببینید بچه ها، فوت این کار اینجاست. نصف از روغن مایع رو خالی میکنید توی پودرتون و یواش یواش آرد رو بهش اضافه میکنید.
حواستون باشه آرد کم کم بدید که دیگه نشه. حواستون باشه وقتی دارید رو این جهت تابش میدید دستتون رو بر نگردید دیگه، فقط رو همون جهت. اگر اون کارو کردید خمیرتون تصمیمی میشه، این حالت سفتی پیدا میکنه، باقلواتون لاستیکی میشه. آردی هم که استفاده میکنید آرد محبوبی باشه. ببینید این هنوز آرد میخواد، باید یکم دیگه بهش آرد اضافه شه. سعی کنید از آرد سفید قهوه‌ای منفوب استفاده کنید. الان خمیرمون دیگه آماده است. باید یکم شوریه داشته باشه که بتونی تحت دیس پهنش کنی. بچه ها این نصفه روغنمون وقتی که خمیر آماده شد، فوت این کار اینه. فوت کوزه گچی هم بهتون گفتم و این هم مخلوطش میکنیم. الان وقتیه که دیگه باید شعرمون رو روشن کنیم. مثل باقلوامون سنتیه، شعرمون هم سنتیه. الان وقتیه که دیگه باید باقلوامون رو بریزیم تو دیس. قبل از اینکه تو دیس بریزیم باید یه روغنی به حالت زرگر کف دیس بزنیم و این لبه های دیس رو با روغن آرش کنیم. رو شروع کنیم به پنج. این به این صورت کف 25 فقط دقت داشته باشید زیاد ضخیم نشه، چون اگر ضخیم شد باقلواتون خیلی ضخیم و بد میشه و همه کس نمیپسند. صاف میکنیم. خمیر رو خونه جلوی دیس کشش میکنیم. این الان باقلوای ساده. این الان آماده است که بذاریمش تو دیس.
دوستان اینجا رسیدیم به ته خمیر. اینجا ته خمیر رو مجبوری بریزیم تو نصف. من به خاطر اینکه اون مغازم دارم میزنم، خب تعداد کارم زیاد بود. نزدیک 8 کیلو آرد استفاده کرد. شما میتونید تو حجم کمتر و مقدار آرد کمتر، تخم مرغ کمتر، هر حدی که فرتون جا داره بزنید. خب این هم خروجی کارمون، این هم تعداد دیس‌های باقلوا. اینا باقلوای ساده است. الان میخوایم یه خورده‌شو مغزدار کنیم. الان نشونتون میدم چجوری. خب دوستان سنمون رو مغز بدیم. کنجد، گردو و خلال بادام. از یکیش میتونید استفاده کنید یا فقط سه تاش میتونید استفاده کنید. برای اینکه باقلوام خوشمزه بشه از هر سه تاش استفاده میکنید. اگه نیستم این رو روشون می‌ریزیم. سعی کنید یه نواخت بپاشید مغزهاتون رو. گردو، خلال، و دست آخرم کنجد. خب اینجا آماده است. زمانی که دیگه باید به رو 250 درجه باشه. اینم باقلوا داخل فر. خب یه نگاه بندازیم به فرمون. رنگ ناهی پیدا کرده بالا. باقلوا خیلی هم عالی، خیلی هم
خوب رخ کار رو ببینید بچه‌ها. این باقلوای کار اینم مغزدارش جلوتر رخ کار رو ببینم بچه‌ها. اینم مغزدارش اینم ساده این باقلوای خوشگل اینم بعدیش روح کار رو ببینید. عنابی ببینید دوستان، این شربت کاریمه، این باید بیاد رو باقلوا. باید یکم گلاب به این بدیم. این گلاب چرا گلاب رو من تو کیک ندادم؟ به خاطر اینکه عطر و گوش از بین میره. ولی وقتی به شربتش میدیم دیگه هیچ اتفاقی برای عطر و گوش نمیفته و عطر و گوش از دست نمیره. حالا هم بارمون خیلی سفت شربتمون وقتی گلاب روون میشه و هم عطروبی مطلوب میکنه. اینم دیگه یکی از فوتای موزه‌گری بود که براتون کیک میکنم. ببینید دوستان، این باقلوای تقریبا دیگه یخ کرده، کنارهاشو باید بزنیم. ببین دوستان، با کارتک، نه با چاقو نه کیک بوری، این صورت روی کار روش میزنیم. اندازه هاش دیگه دست خودتونه، من اندازه‌ای که دوست داشتید روش بزنید. همش میگردیم دوستان این طرفش. هنوز یکم گرمه، این جاش اینجوری میشه. یکم بیشتر حوصله میکردم که یخ کنه که تو گلش دارن این ترک این اشکال نداره. یکم به حوصله که ببردیمش. من اینجا ریز میبارم به خاطر اینکه اینجا ریز دوست دارم. اینو میبریمش برای شربت دادن. این کیله یه دونه از اینا پره میزیمش. حدیث رو به این هنر
شربت همه جای یک نوار پخش بشه. این الان شربت همه جاش پخش شد. میذاریمش اینجا تا شربت مثل اسفنج خوردش بشه. میریم سراغ باقلوای مغزی. این همون باشو میزنیم. و این همون با همون آتش میبریمش. نگران مغزی که ریشه نداشت. خیلی راحت آتش میبریمش. باید میبریمش. اون موقع یه مغزم اینجوری در اومد خودتون بخورید که اصلا مغزدارا رو میشه یکم بزرگتر هم ببرید که مغزش بمونه. بریم برای توی شربت کنیم. بذاریمش اینجا. یه کیله خور شربت کنیم. خیلی گوشتنه شربت همه قسمت های رو بخشش میکنه. این بچه ها خروجی کار. امیدوارم که لذت برده باشید. خب یه بار دیگه بچه ها خروجی کار رو ببینید. این هم باقلاوه‌های مغزدارمون و اونم اون نصفه که ته خمیره. خب دوستان این هم باقلاوهایی که امروز زدیم. انشالله که برید بزنید و لذتش رو ببرید. این هم مغزدارش. انشالله که برید تمیز خوشگل درست کنید بخورید کیفش.